سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 29 آگوست تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز. در این برنامه نوروز رستم جان و نظیر جان توشوف، دو گروگانگیر از تاجیکستان کیستند؟ زنازنی خونین مهاجران تاجیک و آذری در طرفخانه توقی در پتربورگ. هشدار به ساکنان، کسی پیش فالبین و جادوگر رفت در وزارت کارهای داخله روی خط کرده می شود. باز ابلاوه امام علی رحمان فرمان دعوت تیرمویی را امضا کرد. ساکن ایسار از حیثیت رشک و خصومت همسر سابقش را کشته است. و اکنون تفصیلات خبرها. پیوندان نوروز رستم جان و نظیر جان توشف، دو شهروند تاجیکستان که به نوشته رسانه‌های روسی به رئیس زندان رقم 19 در ولایت ولگگراد حمله کرده زندانبانها و چندی از محبوسان را گروگان گرفتند، از این خبر تکان خوردند. آنها میگویند به این خبرها باور ندارند. شبکه‌های روسی گفتند در آشوب روز 23 آگوست سال 2024 بجز از گروگانگیرها 4 محبوس و 4 کارمند زندان کشته شدند، اما در یک نواری که ظاهراً از طرف ماموران گارد روسیه ثبت شده است، در مکان حادثه 7 جسد دیده می شود. نوروز رستم جان، یکی از محبوسان متهم به آشوب و گروگانگیری، 3 روز پیش از آن حادثه با نزدیکانش در دوشنبه صحبت تلفنی داشته است. رستم جان دولتوف، پدر نوروز، روز 26 آگوست گفت پسرش میخواست بعد ادای جزا به تاجیکستان برگشته عائله برپا کند و به تحصیل پردازد. نوروز رستم جان سال 2019 برای کار به روسیه رفت. 3 سال بعدش با عیبنامه قاچاق مواد مخدر 7 سال زندانی شد. اهل عائله میگویند تا زمان بازداشت ماشین میشست و در انبار کار میکرد، نه نماز میخواند و نه روزه میگرفت. پسرم آدمی مذهبی نبود و درباره مسائل دینی اصلا صحبت نمیکرد. هیچ باورم نمیآید که واقعا اون طرز شده باشد که نقل میکنند، گفت رستم جان دولتوف. و اضافه کرد که پسرش پس از ختم مکتب در 18 سالگی برای کار به روسیه رفت و این نواری را که در اینترنت پخش شد و پسرش در آن دیده می شود تماشا کرده است. دیدید که وقتی او را نشان دادند در نوار می بینی دست و پایش می لرزد. مجبورش کردند او را. همان نوارها خودش بیانگر حالند، لیکن چه بگویم، زمین سخت و آسمان بلند. به قول پدرش مقامات روسیه 1 سال پیش نوروز رستم جان را به جنگ در اوکراین دعوت کرده، ولی خانواده مصلحت دادند که به همه سختی‌ها توب آورده راضی نشود. مقامات روسیه تا حال به آنها چیزی نگفتند. رستم جان دولتوف، پدر نوروز، در گذشته هنرپیشه تئاتر لاهوتی بود. حالا در بخش خوراک عمومی حکومت نویه فردوسی فعالیت دارد. خبرنگاران رادیوی آزادی خانواده نظیر جان توشوف، جوان دیگری گمانبر به گروگانگیری را از شهر ترسانزاده یافتند. یک خویشاوندش در صحبت بدون ثبت گفت کسی باور نداشت که او به چنین کار دست زده است. مقامات شهر ترسانزاده از صحبت خودداری میکنند. نظیر جان توشوف نیز با گناه فروش مواد مخدر به 8 سال زندان محکوم شده بود. به گفته مقامات روسیه در گروگانگیری روز 23 آگوست در شهر سروفک ولایت ولگگراد 2 شهروند ازبکستان هم اشتراک داشتند. در اول از آنها رمزالدین توشف و تیمور حسینوف نام بردند. مادر تیمور حسینوف روز 25 آگوست در صحبت با رسانه‌های روسی گفته است معلومات پنهان شده درباره پسرش از جمله زندانی بودن او در محبس سروفک درست است، اما در نوار و عکس‌ها خودش نیست. دیرتر منبع‌های نزدیک به مقامات امنیتی روسیه به ویژه صحیفه باز در تلگرام نوشت که نام شهروندان ازبکستان رمزالدین توشف و تیمور حسینوف به طور اشتباه در پیوند به حادثه ولگگراد نشر و پخش شده است. آنها گفتند شرکتداران دیگر این واقعه شاه-عبدالکریم خان کریموف از تاجیکستان و شایجهان سیفیف از ازبکستان هستند. مقامات روسیه در این باره چیزی نگفتند. به گزارش رسانه‌های روسیه، شاه-عبدالکریم خان کریموف 38 سال از شهر دوشنبه استاد ورزش در تکواندو در سال 2018 همراه 5 نفر دیگر از جمله یک زن به پهن کردن مواد مخدر عیبدار و به 8 سال زندان محکوم شد، اما او تا آخر این عیبنامه را رد کرده است. در محبس با ورزش مشغول بوده است.
مقامات روسیه او را سرکرده آشوب دانستند. یکی از گروگانگیرها در نوار گفت ماموران زندان حقوق مسلمانها را پایمال کردند. ما آنهایی را کشتیم که مسلمانان را تحقیر و شکنجه کرده بودند. از بعضی ما کتاب و از بعضی های دیگر جای نماز گرفتند. اداره زندانهای روسیه روز 27 آگوست در یک بیانیه گفت در زندان سروفکینای ولگگراد نسبت به مسلمانان محکوم شده یگان اغوایی نشده است. این دومین گروگانگیری در زندانهای روسیه در تابستان امسال است. ماه ایون یک گروه از محبوسان در بازداشتگاه رستاو لبدان چند نفر را گروگان گرفتند. مقامات روسیه اون زمان گفته بودند که آنها عضو گروه تندرو دولت اسلامی هستند. در این حادثه 5 گروگانگیر کشته و 2 گروگان زخمی شدند. ساعت تقریبا 3 شب 24 آگوست سال 2024 در طرفخانه ازبکی توقی در گلگشت کراسنی زوری در نزدیکی ساحل دریای نیوا در مرکز تاریخی شهر سنت پترزبورگ روسیه 2 گروه مهاجران از تاجیکستان و آذربایجان از گریبان یکدیگر گرفتند. بنا به اطلاع رسانه‌های محلی از جمله فانتانکا در جریان این مناقشه 2 نفر، یک جوان 25 ساله تاجیک و یک مرد 38 ساله آذری زخم کورد خوردند. با اتهام رسانیدن آسیب وزنین به سلامتی، پلیس یک جوان 26 ساله زاده آذربایجان را دستگیر کرده است. بنا به خبرها شب 24 آگوست در طرفخانه توقی نه فقط آشپزخانه‌اش در آشخانه بلکه مشتریان آن نیز مورد استفاده از کورد را به نمایش گذاشتند. آن شب در این طرفخانه 2 گروه در 2 میز علیحده استراحت داشتند. 2 مرد زاده آذربایجان همراه یک دختر ساکن پترزبورگ زادروز را جشن می گرفتند. در میز دیگر جمعی از زادگان تاجیکستان گرد جمع آمده بودند. هر سر چند وقت مشتری ها برای سیگارکشی بیرون می رفتند، یا در وقت سیگارکشی و یا هنگام تناول غذا و مشروبات بین آنها چیزی گذشت که نزدیکی ساعت 3 شب 1.5 ساعت قبل از بسته شدن طرفخانه مشتریان از سر هر 2 میز برخاسته به بیرون برآمدند. مسئولان طرفخانه میگویند در بیرون چه گذشت آنها ندیدند، ولی اول صدای داد و فریاد را شنیدند و سپس یک جوان تاجیک آغشته خون با روده های آویزان همراه دوستانش به طرفخانه برگشته از آنها خواستند که به یاری تاجیلی زنگ زنند. در زنازنی از آن طرف نیز یک نفر جرات برداشته است، ولی زخمی دوم را همراهانش با ماشین خود بار کرده از جای حادثه فرار کردند. پلیس بعد چند ماشین آنها را منع کرد. یک مرد 38 ساله زاده آذربایجان را که از شکمش کورد خورده بود به بیمارستان انتقال دادند. همراه 26 ساله او با گمان رسانیدن آسیب وزنین به سلامتی دستگیر شده است. باور می رود که همین جوان آذری در جریان زنازنی دست به کار برده است و هم یک جوان تاجیک و هم به احتمال غالب تصادفاً دوست خود را زخمی کورد کرده است. وضع مرد آذری میانه وزنین ارزیابی می شود، ولی وضع جوان تاجیک را وزنین ارزیابی می کنند و او را در شعبه ریانیماسیا خوابانیدند. بنا به اطلاع فانتان که این جوان از قسم دست و شانه ها و شکمش جراحت برداشته، همچنین دچار به بیرون فرو ریختن روده ها شده است. مقامات روسیه در پی افزایش زنازنی های گروهی بین مهاجران اینک چندین سال باز مهاجرانی را که در چنین زنازنی ها اشتراک میکنند بدون قید و شرط به کشورهای زادگاهشان اخراج و راه بازگشت آنها به روسیه را برای چندین سال گاه حتی به مدت تا 40 سال کاملا میبندند. تماشابینان عزیز، یادآور میشویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه میدهیم. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان روز 27 آگوست سال 2024 فرمان درباره به احتیاط رخصت دادن خدمتیان حربی که مهلت مقرر گردیده خدمت حربی را ادا نموده و دعوت نوبتی شهروندان سالهای تولد 1997-2006 جمهوری تاجیکستان به خدمت حربی را امضا کرد. بر اساس این فرمان خدمتیان حربی که مهلت مقرر گردیده خدمت حربی را ادا نمودند ماه اکتبر نوامبر سال 2024 از صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان، قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی، گواردی ملی، قشون‌های داخلی وزارت کارهای داخله، قشون‌های مدافع گرجدانی کمیته ولایت‌های فوق‌العاده، بریگاد پاسبانی کننده سرریاست اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه، بتالیون کشاورزی اگنتی تامینات اموال مخصوص حکومت جمهوری تاجیکستان به احتیاط رخصت کرده می شوند. همزمان طی ماه‌های اکتبر نوامبر سال 2024
شهروندان جنس مرد تا روز دعوت به سن 18 رسیده، اینچنین شهروندان سن کلانتر سالهای تولدشان 1996 به این طرف که حقوق به تأخیر انداختن مهلت دعوت یا آزاد بودن از دعوت به خدمت حربی را ندارند، به خدمت حربی به این ساختارهای ذکر شده دعوت کرده می شوند. در فرمان پرزیدنت به وزارت مدافعه و مسئولان کمیسیون دعوت دستور داده شده است که در نوبت اول از حساب انتخاب دقیق دعوت شوندگان صف قشون‌های سرحدی، گواردی ملی و قسم‌های حربی تعیینات مخصوص را پورا گردانند. به مقامات محلی دستور داده شد تا یک جایه با کمیسریات‌های حربی دعوت متشکلانه شهروندان را به خدمت حربی با درک مسئولیت برآمونند. به وزارت فرهنگ، کمیته کار با جوانان و ورزش و کمیته تلویزیون و رادیو امر شده است که آمادگی به رفت دعوت شهروندان را به خدمت حربی به طور وسیع انعکاس نموده، خدمت حربی را همچون وظیفه مقدس هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان ترغیب نمایند. خدمت حربی در تاجیکستان 2 سال را در بر میگیرد. دعوت به صف قوه‌های مسلح هر سال 2 مرتبه در فصل بهار در ماه‌های اپریل می و در فصل تیره‌ماه ماه‌های اکتبر نوامبر دایر کرده می شود. هر سال قوه‌های مسلح تاجیکستان به تقریباً از 15 تا 16 هزار سرباز احتیاج دارند. دعوت به ارتش در تاجیکستان امروز با شکایت‌ها از ابله و یا احاطه‌گیری جریان می‌گیرد. ابله و یک شیوه اصلاً غیر قانونی است که کارمندان کمیسریات‌های حربی و مقامات محلی جوانان سن سال دعوتی را در کوچه و بازارها دستگیر کرده به خدمت می‌فرستند. در جامعه چنین شیوه‌های مجبوراً به صف ارتش بردن جوانان را محکوم می‌کنند و می‌گویند مقامات حربی باید شرایط را در ارتش خوبتر کنند تا که والدان با دل پر فرزندانشان را به خدمت روان کنند و جوانان نیز از خدمت حربی نگریزند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 27 آگوست سال 2024 با نشر یک اطلاعیه علیحده شهروندانی که به فالبینان و جادوگران و سیر و جادوی آنها باور دارند هشدار دادند که از این به بعد آنهایی را که به نزد فالبینان و جادوگران میروند برای عملی نمودن عملهای جنایتکارانه آنها مبلغ داده به گفته آنها باور نموده ایستادند نیز به شبه های میلیس دعوت کرده به جوابگری میکشانند و این جمله نسبت به آنها مواد ترتیب داده شده در مخزهای وزارت کارهای داخله با رسمایشان گذاشته می شود. وزارت کارهای داخله گفت تا یک ماه اخیر الکی بیش از 150 مشتری فالبینها و جادوگری ها را در این نهاد به قید گرفتن نسبت به آنها چاره های قانونی اندیشیده شده ایستاده است. اما وزارت کارهای داخله شرح نداده است که مشتریان فالبینها و جادوگرها را بر اساس کدام بند قانون به جوابگری میکشانند. وزارت کارهای داخله چند ماه پیش هشدار داده بود که روی خط سیاه فالبینها و جادوگرها و ملاهای جنبرا را ترتیب خواهند داد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان فالبینی و جادوگری و اعمال دیگر به مثل بختکشایی و جنبراری و یا گرم و خنک کردن را مردم فریبی و قلابی می شمارد و از ماه فوریه سال 2024 به این سو در جمهوری یک معرکه گسترده برای آشکار ساختن فالبینها و جادوگرها را برآمانده است. میلیسای دوشنبه اخیراً خبر داد که تنها در پایتخت 141 نفر را که به فالبینی و جادوگری مشغولند آشکار ساخته به جوابگری کشاندند. در سراسر جمهوری شماره چنین افراد برای فالبینی و جادوگری دستگیر شده حدود 500 نفر را تشکیل می‌دهد. تا کنون برای مشغول شدن به فالبینی و جادوگری در تاجیکستان همچون جزا و جریمه پیش بینی شده بود، ولی ماه یونیو سال 2024 به قانونگذاری تغییرات وارد کرده شد که بر اساس آن فالبینها و جادوگرها را میتوانند زندانی هم کنند. وزارت کارهای داخلی همچنین اعلام کرد که مقامات همچنین در پی تهیه رویخط یگانه افراد شدند که از حساب فالبینی، سیر و جادو، نوشتن تومار و تشتو و دیگر راهها به عقیده مقامات مردم فریبی روز میبرند. ضمن برگزار نمودن چهاربینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، مرد 28 ساله ساکن شهر ایسار با گمان صادر نمودن جنایت آدمکشی دستگیر کرده شد. گمان برشونده نیمه شب 26 آگوست سال 2024 تخمینا ساعت 00:30 دقیقه هنگامی در کوچه نوروز شهر دوشنبه قرار داشتنش از حیثیت رشک و خصومت اویلوی با سابق همسرش زن 37 ساله ساکن پایتخت
جنگ و جنجال نموده به یگان اساس او را لطکوب کرده با کرد یک چند مراتبه با عضوهای ایوتن مهمش زده است. در نتیجه جبر دیده جراحت‌های وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. از روی حادثه مذکور تفتیشات ادامه دارد. در نتیجه گذراندن چاره‌بینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا، مرد 29 ساله ساکن جماعت دیوت پشکنت نویه ظفرآباد همچون گمانبر در صادر نمودن کردار قلابی دستگیر کرده شد. گمانبر شونده 16 آگوست سال 2024 در حدود مال بازار جماعت شهرک مینت‌آباد نویه ظفرآباد با راه فریب به باوری مرد 46 ساله ساکن نویه مذکور در آمده از او یک سر چاره‌های کلان شوخدار که ارزشش 16,000 سومون را تشکیل می‌دهد همچون نسیه گرفته مبلغش را تا حال برنگردانیده است. عاید به این حادثه پرونده جنایتی با قسم 3 ماده 247 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد. ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه روز 28 آگوست سال 2024 درباره بازداشت راننده ماشین لکسوس با رقم‌های کروتوی 7700 در حالت مستی خبر داد. مقامات میلیشیا بر اینند که محمد ظاهر ایسایف از استعمال مواد مخدر سرخوش شده بود. بنا به اطلاع مرکز مطبوعات میلیشیای دوشنبه از جانب کارمندان میلیشیای پایتخت، ایسایف محمد ظاهر میر رحیموویچ راننده واسطه نقلیات تمغه لکسوس رقم‌های قید دولتیش 7700 او دستگیر کرده شد. ضمن سنجش معین گردید که نامبرده از استعمال واسطه نشه‌دار در حالت سرخوشی قرار دارد. ایسایف در چنین حالت دیده و دانسته جان خود و اطرافیان را زیر خطر گذاشته واسطه نقلیات را اداره می‌کرد. تاکید شده است در گزارش میلیشیا وابسته به این حالت نسبت به ایسایف محمد ظاهر طبق طلبات ماده 332 کودکس حقوق ویرانکنی‌های مأموری جمهوری تاجیکستان پروتکل مأموری ترتیب داده شده برای چاره‌جویی به دادگاه ارسال کرده شد. ماده 332 برای اداره کردن واسطه نقلیات در حالت مستی، اینچنین واگذاشتن اداره واسطه‌های نقلیات به شخصی که در حالت مستی قرار دارد همچون جزا و جریمه به اندازه 300 نشان دهنده برای صبح‌ها برابر به 21600 سومانی یا قریب $2000 یا حبس مأموری به مهلت 15 شبانه روز با محروم کردن از حقوق اداره واسطه نقلیات به مهلت 5 سال را پیش بینی می‌کند. مقامات تاجیکستان بر اینند که رانندگان مست به حیات و سلامتی هم خود و هم دیگران خطر ایجاد می‌کنند و سببگار اکثر صدمه‌های مرگ‌آور نیز آنهایند که در حالت مستی پشت فرمان ماشین می‌نشینند. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.